خدایا گواه باش که این غیرت شریف توست که مرا آتش میزند، آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن حق خاموش بمانم. به شما میگویم آن فرزند همان اسماعیل بود که آخرین منجی پیامبر موعود باید از دودمان او به این جهان بیاید. و بدانید ای بنی اسرائیل، من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم، تصدیق کننده تورات و بشارت دهنده به آمدن پیامبر موعود که نامش احمد است. ای فرزند مریم، همانا امشب تو را از این عالم باز میگیرم و به سوی خود بالا میبرم و ساحت تو را از آنان که به تعالیم تو کفر ورزیدند پاک میکنم. هنگام رفعت توست یا روح الله. لبیک یا جبرائیل. پس خدای عجیب کار عجیبی کرد. یهودا در رخسار و گفتار شباهتی شگفت‌انگیز به فرزند مریم یافت. لااقل از یک جهت این مرد سزاوار مرگ نیست، بلکه مستحق ترحمه. اون میگه که عیسی نیست، بلکه همون یهودای اسخریوطیه که سربازای ما رو هدایت کرد تا عیسی رو بگیرن. و باز او میگه که عیسی جلیلی با جادوی خودش او رو به این شکل و شمایل در آورد. به درستی آنان که درباره فرجام امر عیسی دچار اختلاف شدند خود در تردید بودند و به آنچه میگفتند یقین نداشتند. آنها صرفاً از گمان خود پیروی می‌کردند و قطعاً عیسی را نکشته بودند، بلکه خداوند او را از این جهان به نزد خود فرا برد و به راستی که خدا پیروزمند و به غایت هر چیز داناست.